برنامه دهات لایف که ما را بیننده هستند. ما آمدیم در دهن پل و ما میخوایم نمیدیم دل به کسی دلبر مغرور تو شو نمیدیم دل به کسی دلبر مغرور تو شو مبلای بر تو شو مبلای بر تو شو مبلای بر تو شو مبلای بر تو قربان تو شدم و سیب تازه ما قربان تو شدم و سیب تازه سرت عاشق شدم در سنت 11 سرت عاشق شدم در سنت 11 دلم مشک که ما در سنت بیم استاد هندسه گفت نیست اجازه. سلام و درود دوباره خدمت شما دوستان عزیز از هر جایی که ما را بیننده هستید. ما آمدیم در دهن پل، یک از مکانهای بسیار زیبا و دلانگیز ولسوالی میرامور ولایت دایکنډی است. ما میخوایم که بریم در لب دریا با یکی از دوستان مصاحبه بگیریم. و من تالو لیوسر تو غزل باشه و من بیننده های عزیز سلام و درود دوباره و ما آمدیم به تیرکوتو. میشه کمک معرفی کنید؟ از طرف بهتاو از طرف بهتر نوش میشه کردی؟ انبار و نوش کامبا کربلی. و کامبا کربلی اینجا چطور آمده؟ اینجا تقریبا مثلا بازار هم و بازار آمده. دپای؟ نپوی یا نپوی موتور اینجا فرام زمینی میدارید یا؟ نه نه انت بازار هم دیگه کاری مخصوص تر نداشته باز موتور کجا کربلی؟ نپوی وقت نه بابا تو خانه است تو گفتی از کجا؟ بهتاو از طرف بهتر یعنی از ولسوالی براست. جالب براسته و از اینجا چقدر راه ده اینجا؟ همین دم میتونه بگیم تو نیم ساعت راه؟ باز تو دپای آمده کربلی؟ ما دم میتونه بگیم کمک فرصت است خودم میگم و تو اینجا در بازار فراز رفتی؟ باز بازار فراز چی کار داشتی؟ مثلا چی کار بار داشتی؟ بودا یکانی کار داشتم بود خود اونجا دکان داره یا برای نیاز خانه کن؟ برای نیاز خانه برای نیاز خانه کن. خب دیگه کدام دکان خود نداره؟ نه باز سودای ترا کربلی اونجا در موتور برده باز تو از خلاص تا اینجا دپای خمایسم. آره نفهم نفهم آره کجا شاید موتور کو بیان؟ شاید دم را اینجا تشکر کربلی. بخیر